بیاییم واقعا اسلام خوب معرفی بکنیم، اسلام معرفی بکنیم. به قول استاد نبی رحمت الله علیه میفرماد کسی که میخواد اسلام معرفی بکنه و امروز نیازم همینه، باید بالاتر و بالاتر از یک حزب و یک مذهب و یک نهضت کار بکنه. من خیلی متاسفم واقعا و نمیدونم صلاح باشه این مسئله رو اینجا بگم یا نه، برای که مسئولیت این گفته با خودم هست. این داعیه و گفتن این کلام رو الان فقط تو راه در من ایجاد شد که دوستای همراهم با من بودن، بالای 50 تا تماس، بالای 50 تا تماس. آقا شبکه سر رو نگاه کن، برنامه ماحسن رو نگاه کن. گفتم چی خبره مگر؟ مجبور کرد، اجبار آورد که ماحسن رو نگاه کنیم که چی داره میگه. متوجه شدیم که واقعا یک گلایه است که جمهوری اسلامی که به عنوان ام القرای جهان اسلامی، اسلام باید معرفی بشه، نه مذهب تشیع که در هر شب یک شیعه رو بیارن بگن آقا این سنی بوده شیعه شده، که چی رو ثابت کنیم؟ آقای تیجانی من نمیدونم کی هست چه کاره هست، ولی من به عنوان یک سنی معتقدم که هر کس سنی واقعی باشه، پیرو سنت باشه، با خدا همون طوری که محال شیر در پستان برگرده، محال یک سنی واقعی شیعه بشه. و تازه بالفرضم اگر بگیریم بشه در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، آیا مسئولین محترم، رهبر معظم انقلاب از این جریان خبر داره واقعا؟ سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی دیگه چه معنایی داره؟ اگر واقعا اتحاده، بله امشب آقای تیجانی آمد که سنی بوده شیعه شده، فردا من 10 تا سنی که واقعا شیعه بوده معرفی میکنم، پشت تلویزیون نشونش. این حرفا دیگه چیه؟ واقعا افت داره. ما به عنوان گلایه داریم مطرح میکنیم که امروز دنیای کفر تا دندان مسلح شدن، در عراق نه به شیعه رحم میکنه نه به سنی. دختر ما و شما رو داره به تاراج میبره. آیا زمان مطرح کردن این مسائله؟ امروز اگر حرکت میکنه فلوجه‌ای که 100% سنی است، 2 تا خواهر از فلوجه نام مینویسه، 2 تا دختر 14 ساله، که یا المسلمین، نمیگی یا سنی یا شیعه، میگی یا المسلمین، ما 2 تا دختر 14 ساله بودیم، تا کنون ازدواج نکردیم، اما الان از نطفه سربازان آمریکایی بارداریم.